خسته نباشی پسرم، خدا قوت. کمی استراحت کن، بسیار زحمت کشیدی. سلام پدر جان، سپاسگزارم. علیکم السلام پسرم، چه کار میکردی؟ این الوارها را برای چه کاری میخواهی؟ پدر جان، این الوارها را برای تعمیر خانه تهیه کردم. جایی میروید؟ به کلاس قرآنی که در حومه شهر برای کودکان برگزار میشود میروم. شما از چه روی به آنجا میروید؟ چندی است که برای کودکان کلاس قرآن روایاتی از گذشته ائمه اطهار بازگو میکنم. خوب است. من نیز در اینجا کارم به پایان رسیده. اگر از نظر شما اشکالی ندارد همراهیتان کنم. نه، چه اشکالی دارد؟ شما هم با من بیا، من نیز خوشحال میشوم. اگر ممکن است کمی صبر کنید پدر جان تا من نیز آماده شوم. فقط کمی عجله کن تا دیر به آنجا نرسیم، زیرا آنها منتظرند. به روی چشم، از سایه آماده می شوم. پدر جان، همینجاست؟ بله پسرم، خدا را شکر که به موقع رسیدیم. این همان مکانی است که کلاس قرآن در آن برگزار می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. تبارک الله، بسیار خوب. فقط کمی باید بیشتر تمرین کنی. چه کسی در را میزند؟ به گمانم استاد باشد. سلام، خسته نباشید. سلام برادر. علیکم السلام، بفرمایید. بچه ها از صبح منتظر شما بودن. خوش آمدید، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. تبارک الله، احسنت. بسیار خوب. استاد بفرمایید. بچه ها منتظرند. ما سراپا گوش هستیم. به روی چشم، با اجازه شما شروع می کنم. خب عزیزان من، قبل از اینکه آغاز کنم میخواهم بدانم قرار شد در این جلسه در مورد چه صحبت کنیم. استاد اجازه هست من بگویم؟ حتما، بفرمایید پسرم. چشم استاد. قرار شد در این جلسه در مورد ولادت، نحوه زندگی و شهادت امام جواد علیه السلام صحبت کنید. بله، درست است. نام این بزرگوار محمد و از القاب ایشان میتوان به جواد و تقی اشاره کرد. ایشان در 10 رجب در مدینه متولد شدند و از آنجایی که در زمان شهادت پدر بزرگوارشان بسیار کوچک بودند و تنها 8 سال داشتند، از همان زمان کودکی مسئولیت خطیر امامت را عهده‌دار شدند. از زمانی که از بغداد آمده ایم از بابت ابن رضا خیال آسوده‌ای نداریم. می‌خواهیم او را پیش خود بیاوریم تا بتوانیم بیشتر مراقبش باشیم.
خوب است سرورم، اما به نظرم کافی نیست. با اینکه او کودک است ولی در بین مردم جایگاه خوبی دارد. نباید از این خاندان غافل شد. آره راست میگویی. قربانتان شوم، اصلا جای نگرانی نیست. میتوانید دخترتان ام فضل را به همسری او درآورید تا بتوانید کاملا مراقبش باشید. آره این فکر خوبی سرباز. هرچه سریعتر برو و ابن رضا را نزد من بیاور. و اینگونه شد که مأمون از امام توسط ام الفضل در خانه نیز مراقبت میکرد. استاد سوالی دارم، آیا مأمون به این کار بسنده کرد؟ نه پسرم، برای اینکه جایگاه امام را در میان مردم از بین ببرد جلساتی برگزار میکرد. شاید امام در مباحثات شکست بخورد و جایگاهش از بین برود. غافل از اینکه علم امام زمینی نبوده و از طرف خداوند داده شده بود. سوالی برایم پیش آمده استاد، بعد از مأمون چه اتفاقی افتاد؟ بعد از مأمون معتصم یکی دیگر از خلفای زورگوی عباسی بار دیگر به قدرت رسید. او نیز همان روش مأمون را در پیش گرفت و با برگزاری مباحثات و دعوت از بزرگان سعی در خدشه‌دار کردن وجه امام کرد. سرورم، امر فرموده بودید به خدمتتان برسم. سراپا گوشم. میخواهم بدانم به نظر تو با این محمد ابن علی چه کنیم؟ قربانتان شوم، مگر چه شده؟ آیا او اقدام جدیدی کرده که ما از آن بیخبریم؟ تو میدانی که ما هر چه سعی کردیم با برگزاری مباحثات چهره محمد ابن علی را در میان مردم از بین ببریم و با علمی که دارد محبوب تر می شود. به نظر تو ما چه باید بکنیم؟ قربانتان شوم، فکر خوبی در سر دارم. به نظر من بهترین کاری که میتوانیم انجام دهیم این هست که محمد ابن علی را از میان برداریم. خوب است، عالی است، اما نقشه‌ای در سر داری؟ بگو تا بدانم. قربان، ام فضل دختر مأمون همسر محمد ابن علی است. فکر میکنم دادن زهر توسط او بهترین راه است. آره، کمی زهر به او میدهیم تا به محمد ابن علی بخوراند. این بهترین راه است. ام الفضل با استفاده از میوه‌های زهرآلود که معتصم به او داده بود امام را به شهادت رساندند. این میوه‌های زهرآلود امام را مسموم کرد و باعث شهادت ایشان در سال 220 هجری قمری شد. از استاد سپاس گذاریم که این اطلاعات را در اختیار ما قرار داد.